دپورت یا اخراج مهاجران تاجیک از روسیه موضوع اساسی نشست خبری آژانس هوانوردی تاجیکستان. از حبیب الله نظرزاده دیرکتور آژانس پرسیدم که در 6 ماه امسال چقدر مهاجران تاجیک از روسیه رانده شدند. نظرزاده در آغاز از دادن پاسخ عمیق خودداری کرد. در مدت کوتاه بود، بین 1 ماه و 2 ماه خیلی دیپارتاسیا کم شده بود با 4 فرودگاه‌های بین‌المللی کشور. سببشو میدونید، بعد گفتن محترم جناب علی هم صحبت شدن. عموما همین سبب دیپارتاسیا کردن شهروندان ما پورا نبودن حجت‌های لازمه برای کار و فعالیت کردن در فدراسیون روسیه. رئیس آژانس هوانوردی تنها بعد پایفشاری خبرنگاران گفت که در نیم سال اول 3400 شهروندان تاجیکستان از روسیه رانده شدند. خبرنگاران در این نشست گفتند بعضی مهاجران را هنوز پیش از ورود به روسیه از فرودگاه اخراج کردند، اما پاسخ دیرکتور آژانس هوانوردی تغییر نیافت. میدونن همین 95-99% شهروندان میدونن کجا دعوت شده، جای کار. بعضیش یا که خودش گم میکنند، نمیتونن در سوال جواب دادن. سببش همین من، یگان سبب سیاسی، یگان سبب دشوار نداره. مهاجران در روی فرش فرودگاه و منتظر بازپس فرستادن به وطن. بعد حمله به کراکور سیتی که 4 شهروند تاجیکستان با گمان دست داشتن در آن بازداشت شدند، ورود مهاجران تاجیک به روسیه مشکل شد، هم با راههای زمینی و هم هوایی. شکایت اساسی مهاجران این است که آنها را به یگان سبب عمیق به روسیه راه نمیدهند یا از آنجا میرانند. میگن که توجیک معقول نیستن، نبین و دیگه ایرپورت برینگتیسه. با وجود نگرانی ها از اخراج، رید، بازداشت و آزار و اذیت مهاجران تاجیک، این نفران باز هم خلطه در کیت راهی روسیه هستند. میگویند برای پیدا کردن رزق و روزی مجبورند عذاب مهاجرت را تحمل کنند، هرچند آنهایی هم هستند که میگویند همان مبلغ را میشود در وطن نیز پیدا کرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.